داستان از چه قراره؟ شما اینا رو تکون بده توی دسته. برعکس‌ها رو حذف می‌کنید. چقدر برات جذابه. اگه پیش بینی منم همین به علاوه باشه. با اینا یه کاری انجام بده. با اینا خب اصلا اینا چی هست؟ چند تا شکله مثل دایره، مثلث، مربع، ستاره و به علاوه. خب که یه طرفش شکل داره و یه طرفش سفیده. یه کاری میکنیم. من یه پیش بینی از قبل آماده کردم که اینجا گذاشتم. این پیش بینی من. شما اینا رو تکون بده توی دسته و بریز اینجا. بعضیاش برعکس میفته، بعضیاش به رو میفته. برعکس‌ها رو حذف میکنیم. انقدر این کار رو ادامه میدیم که برسیم به یه دونه. آماده ای؟ پس اینا شکلاییه که داریم که پشتاش سفیده، یه طرفش شکل داره، توی دسته تکون میدیم میریزی، به یه دونه میرسیم و ببینیم اون یه دونه‌ای که از سکه های شما میمونه با پیش بینی من یکی هست یا نه. بریز. همش به رو اومد. یه بار دیگه. قشنگ توی دسته تکون بده. بریز. سه تاش برعکس، من دست نمیزنم، خودت بیار وسط. سه تاش برعکس، دو تاش به رو. خب برعکس ها رو حذف میکنیم. دو تا به رو. دو تا رو بردارید، توی دستتون تکون بدید. بریزید. اگر دو تا به پشت اومد که هیچی. اگه دو تا هم به رو اومد که هیچی. باید یه دونه رو بیاد، یه دونه پشت. دو تا به رو. یه بار دیگه. دوباره دو تا به رو. یه بار دیگه. همینجا میتونی بندازی. یه بار دیگه. یه بار دیگه. خب اونو خودتون همینجوری بردارین بذارین اینجا. یه دونه به پشت افتاد، یه دونه به رو. این هم حذف میشه پس. درسته؟ چی فقط به روه؟ به علاوه. چقدر برات جذابه اگه پیش بینی منم همین به علاوه باشه. به نظرت درست پیش بینی کردم؟ شاید فکر کنید تو این پاکت کارتای دیگه ای هم دارم ولی چطور بود؟ سلام، سعید فتحی روشن هستم. خوش اومدید به ذهن من. همون جوری که دیدید چند تا شکل داشتیم روی سکه یا پولک که اونها رو تکون میدادن و میریختن و در نهایت یه دونش باقی میموند که با پیش بینی منتالیست یا شعبده باز یکی بود. داستان از چه قراره؟ البته قبلش توضیح بدم که من اینجا چند تا پولک دارم که از قبل آماده بوده. شما میتونید این رو بسازید. میتونید عکس اینها رو نقاشی کنید، رو کاغذ بذارید، رو سکه دورش رو ببرید. میتونید مقوای ضخیم انتخاب کنید. میتونید عکس‌های مختلف داشته باشید. در هر حال شما نیاز به چند تا شکل دارید که یه ذرم ضخیم باشه، جنس چیزی که روش دارید میکشید یا چاپ میکنید و هر شکلی هم خواستید. میتونید حتی حروف الفبا بنویسید رو اینها. تنها نکته این داستان یه دونه از این پولک هاست که دو طرفه است. تمام پولک های ما یه طرفه هستن، این یه دونه پولک دو طرفه است. چجوری میتونیم اینو قایم کنیم؟ چون اولش پولک ها رو نشون میدید. پولک ها رو همه رو به رو بذارید. کافیه که بگید من اینجا چند تا شکل دارم. شما میدونید کدوم شکلتون دو طرفه است. شکل دو طرفه رو برمی‌دارید، میذارید روی بعدی و همزمان با این دستتون یه پولک دیگر رو برمی‌دارید و اینجا نشون میدید. پشت همه این پولک ها سفیده. تماشاچی گیج میشه چون دو تا دست با هم داره برمیگرده. یادش میره که شما جمع کردن و چجوری شروع کردید. یه بار تندش رو با هم ببینید. ببینید این اتفاق میفته. من اینجا چند تا پولک دارم که پشت همشون سفیده. به همین راحتی تماشاچی گول میخوره و بعد چون فقط یه دونه پولک دو طرفه دارید، هر چقدر اینها رو تکون بده و بریزه، در نهایت تنها چیزی که برعکس نمیشه همین شکل ماست، همین به علاوه.
چون از هر طرف بیفته به علاوه رو می‌بینید و بعد شما با هیجان از پیش بینیتون رونمایی می‌کنید. در مورد پیش بینی هم توضیح بدم، میتونید مثل من اون رو چاپ بکنید، توی پاکت بذارید، میتونید توی کاغذ بنویسید، میتونید اس بدید بهش و بگین گوشی تو باز نکن. خیلی هیجان انگیزتر میشه برای اینکه تو گوشی خودش این پیش بینی رو می‌بینه. حتما بعدش پاکت رو باز کنید، حتما پشتش رو نشون بدید که فکر نکنه شما پیش بینی دیگه‌ای داشتید. حالا برای جذاب‌تر شدنش شما میتونید از تماشاچی بخواید که اسمش رو روی پاکت پیشگویی بنویسه. درسته پاکت جلوی چشمشه، ولی امضا کردنش باعث میشه که از نظر روانی بهش تلقین بشه که من دیگه اینو مهرموم کردم. امیدوارم که لذت برده باشید، با ما همراه باشید.